در ماه جولای سال 1994 یه گروه ماجراجوی اهل چک تصمیم گرفتن برن دنبال یه موجود افسانه‌ای به اسم کرم مرگ مغولستان و اگه فیلم دوم رو دیدی این همون هیولایی که الهام بخش هیولاهای اون فیلم بوده. طبق افسانه‌ها این موجود یه جای عمیق تو صحرای گوبی زندگی میکنه. پس ماجراجوهای ما هم به مغولستان رفتن و با کمک چند تا از راهنماهای محلی دنبال این موجود عجیب گشتن. موجودی که طولش ممکنه تا 2 متر برسه و میتونه اسید تف کنه که هر چیزی رو ذوب میکنه. طبق گفته این کرم بیشتر وقتا زیر تپه‌های شنی قایم میشه ولی تو ماهای مرطوب‌تر مثل جون و جولای بیرون میاد. یعنی دقیقاً زمانی که اون گروه رفته بودن دنبال شکارش. بعد یه مشکل کوچیک وجود داشت، اونم این بود که هیچ کس نمیدونست این هیولا چی میخوره. برای همین یه دستگاه ساختن به اسم تامپر که صدای کوبشی منظم در می آورد به امید اینکه کرم رو از زیر زمین بیرون بکشه. اونا 2 ماه تمام توی صحرا گشتن، از تپه‌های شنی تا دشت‌های سنگی، اما هیچی اثری ازش نبود. رهبر اون گروه ایوان مک‌کرلی که تو دهه 90 اون سفر رو راه انداخته بود دوباره برگشت به صحرای گوبی. دوباره شانس خودشو برای گیر انداختن این هیولا امتحان کنه. اینطور خیلی های دیگه هم از سراسر دنیا آمدن ولی خب هیچ کس هیچ چیزی پیدا نکرد. اولین بار مردم غرب از وجود این ابرکرم به لطف یه دیرین شناس آمریکایی به اسم روی چپمن خبردار شدن. مرد اولین کتابش راجع به این موجود در سال 1926 نوشت. روی موقع دیدار با رهبران مغولی شرح دقیقی ازش شنید، هرچند هیچ کدوم از خودشون ندیده بودنش. اون مرد ادعا کرد که کرم اونقدر سمیه که فقط لمسش کافیه تا یه آدمو از پا در بیاره. روی خودش باور نکرد که این موجود واقعیه ولی داستانشو دوباره توی کتاب بعدیش هم تکرار کرد. ماه می سال 2005 4 تا دوست اهل بریتانیا که کارشون شکار هیولاهای افسانه‌ای بود تصمیم گرفتن که شانس خودشون رو امتحان کنن. کمک مردم محلی تو کل صحرای گوبی اعلامیه پخش کردن و توی اون اعلامیه نوشته بودن هر کی بتونه اطلاعاتی بده یا حتی خودش یه نمونه بیاره جایزه میگیره. ما فکر میکردن صداهای بلندی که بقیه اکتشافگرها استفاده کرده بودن فقط باعث ترسیدن اون موجود شده. از جام بهشون گفتن که کرم محیط مرطوب رو دوست داره. یه نقشه کشیدن تا با بستن مسیر آب منطقه مرطوب رو درست کنن و کرم رو بیرون بکشن. اونم کارساز نبود و هیچ مدرک واقعی پیدا نکردن. گذشت سالها داستانهای این هیولا پخش شد و شکل و رنگهای مختلفی به خودش گرفت. مثلا شبیه 1000 پاس یا حتی بال داره و پرواز میکنه. بعضیا هم باور داشتن یه موجود ماوراییه، یه موجود شرور بدون بدن فیزیکی. شاید دلیل این که این همه داستان فرق داره و هیچ کس چیزی پیدا نکرده این باشه که اصلا وجود نداره. تو سال 1983 یه دانشمند که اون منطقه رو بررسی میکرد شنید یه پیرمرد تونسته اون کرم اسرارآمیزو بگیره. دانشمند شجاع رفت سر اون سوراخ شنی و دستشو داخل اون کرد که یه موجود عظیم و جثه کشیدش پایین و دیگه هیچ وقت دیده نشد. میدونم شوخی بی‌مزه‌ای بود ولی واقعیت اینه که فقط یه مار بی خطر به اسم تارتار سندبوها پیدا کرد، یه مار چاق و کوتاه با چشم‌های ریز. ما رو به مردم نشون داد تا ببینه میگن همونه یا نه، ولی ظاهرا همه گفتن آره همینه. خیلی از مغول‌ها هنوزم باور دارن این کرم واقعیه، با اینکه بهش میگن کرم مرگ ولی در واقع ترجمه لفظی یه واژه قدیمیه که تو خیلی از فرهنگ‌های مغولی این کلمه برای اشاره به هر حیوان خطرناکی به کار میرفت، مخصوصا مارها، حتی اگه سمی هم نبودن. شاید اصلا منظورشون یه کرم واقعی هم نبوده باشه. اون بالاخره کرم‌ها نرم و شکنندن ولی موجودی که تو شرایط سخت صحرای گوبی زنده بمونه قطعاً باید پوست کلفتر از این حرفا باشه. شاید شبیه مار یا یه نوع مارمولک بیپا بوده. اگه این موجود واقعا وجود داشت باید استخون یا بقاهایی ازش پیدا میشد ولی تا حالا هیچی پیدا نکردن. ولی در عوض دانشمندا توی صحرای گوبی فسیلای زیادی از دوران دایناسورها پیدا کردن، بیش از 80 گونه مختلف. همه چیز از کشف اولین تخم دایناسور در جهان شروع شد. این کشف کل دیدگاه دانشمندا درباره دایناسورها رو عوض کرد، چون برای اولین بار ثابت کرد
که دایناسورها تخم میذاشتن. البته این خودش یه موضوع دیگه است و میتونم مفصل براتون راجبش صحبت کنم و اگه دوست دارید ویدیوشو بسازم توی کامنت ها بهم اعلام کنید. راز اون ابرکرم هنوز حل نشده، ولی یه راز دیگه از همین بیابون بالاخره حل شد. قرن 13 یه جهانگرد معروف به اسم مارکوپولو از صحرای گوبی گذشت. طبق گفته اون صداهای عجیب مثل ساز و طبل میشنید. توی کتابش نوشت که شاید صدای ارواح بیقرار بوده، ولی بعداً دانشمندا فهمیدن که این صداها از شنهای آوازخوان میان. برخلاف صدای نرمی که موقع راه رفتن روی ساحل میشنوی، این صداها توی بیابون خیلی تندترن و وقتی باد باعث میشه شنها روی تپه سر بخورن یه نوع ارتعاش خاص ایجاد میشه که صداهای عجیبی در میاره و بعضی وقتها واقعاً ترسناکن. دیگه بحث و زیادی طول نمیدم و اینم از داستان امروزمون. یه حس کنجکاویت ارضا شد، ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی و اون زنگوله بالا رو بزنی تا جز اولین نفرایی باشی که از ویدیو بعدی ما مطلع میشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.